بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بیایید عزیزان یک سری بزنیم به مکه مکرمه قبل از اسلام. پیامبر 35 سالشه و قریشیان به فکر بازسازی خانه خدا کعبه شدن و در حال به اصطلاح بنای خانه خدا هستند. همه در این شرف بازسازی خانه خدا شریکن. کار رو تقسیم کردن بین شاخه‌های مختلف قبایل قریش و رسیدن به 1.5 متری خانه خدا، جای گذاشتن حجر اسود. در اینجا همه قبایل به جون هم افتادن که آقا ما میخوایم که از ما باشه، این شرف رو ما به دست بیاریم. هر کسی میگه این شرف از من و دستاشون گذاشتن توی خون، یا ما یا خون و خونریزی. در نهایت یکی از به اصطلاح حکیمان عرب میاد میگه که این حماقت چی هست که شما الان در خانه خدا دست به خون و خونریزی میزنید؟ بیایید یک راه حل دیگه پیدا کنیم. گفتن راه حل دیگه چیه؟ گفتن آقا بیایید یک کسی رو حکمش بکنیم. حالا هر کسی از این در وارد شد این بشه حکم. این برای همه پذیرشش بسیار سخت بود. هر کی وارد شد مال یکی از این قبایل خواهد بود و بدون شک قبیله خودش رو انتخاب خواهد کرد و به هر حال راه حل دیگه ای نبود. قبول کردن که آقا هر کسی از این در وارد شد ما قبولش بدیم. البته در دلشون این بود که اگر از قبیله من شد قبولش میکنم، اگر از کسی دیگه بود به هم میزنم. در این اثنا کسی که وارد شد محمد ابن عبدالله، کسی که همه قریش دوستش داشت و عزیز بود در پیش همه و اومد. الان همه به این راضی هن. کسی نمیتونه محمد رو به حاشیه بزنه و حذفش کنه، اینقدر پیش مردم عزیز هست. حالا اومدن و گفتن که الان همچین چیزی هست که ما اشکال داریم روی گذاشتن حجر الاسود و اتفاق کردیم به حکمیت شما داور. خب بدون شک محمد هم بنی هاشم رو انتخاب میکنه، قبیله خودش رو، و این شرف رو کسب میکنه. اما خب اگر محمد همچین چیزی رو هم بکنه دیگه حقدار است. در حال این قضیه باید اینجوری حل بشه. اینجا اومدیم دیدیم یک واقعیت دیگری رو. این شخصی که آماده میشه خداوند متعال این رو میسازه که بیاد و پیامبری این امت باشه، پیامبر خاتم باشه، دیگه قومگرایی و قبیله پرستی و قوم و خویش و اینا براش مهم نیست. فراتر از این فکر میکنه. میاد و میگه که یک به اصطلاح ردایی، یک پارچه‌ای بیارید، یک پرده‌ای بیارید و پرده آورده میشه. خودشون میگیرن و حجر الاسود رو روی پرده میذارن. میگن که از هر یکی از قبایل نمایندگانی رو انتخاب کنید. نمایندگان تمام قبایل انتخاب میشن و میگه که شما همتون این پرده رو بگیرید و سنگ رو بلند کنید. همه پرده رو میگیرن و سنگ رو بلند میکنن و ایشون حجر الاسود رو میذاره سر جاش. همه قبایل خوشحالن که در این شرف گذاشتن سنگ حجر الاسود با هم شریک شدن. اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در زیر رعایت الله متعال ساخته میشه، هنوز درسته که پیامبر نیست، اما زندگی که داره، حکمت عملی که نشون میده، به کار میگیره، در واقع همه اینها الله متعال ایشون رو میسازه. اینجا برای ما یک قاعده میذاره. بیایید این رو قانون پرده اسمش رو بذاریم، قانون پارچه، قانون ردا، هر چیزی دلش رو میخوای بذاریم. در ساختار جامعه همه با هم گوشه ای از این ردا رو بگیریم. در جامعه ما فساد خیلی هست. در جامعه ما فساد اجتماعی هست، فساد سیاسی هست، فساد اقتصادی هست، فساد در سیستم خانواده هست، بی‌بندوباری هست، الحاد هست، بی‌دینی هست، اعتیاد هست، بی‌سوادی دینی هست. همه ابعاد مختلف جامعه به گونه‌ای میلنگه و ما در جامعه جماعت‌ها، طرزها، فکرها و احزاب متنوعی هستیم که بنا به ساختار شخصیتیمون به این سو و اون سو سوق داده شدیم. الان به جای اینکه بیایم با هم شاخ به شاخ بشیم، بیایم با هم تضاد داشته باشیم در فضای اصلاح جامعه، بیایم هممون هر یکی یک گوشه از این ردا رو، یک گوشه از این پرده رو بگیریم. هر یکی یک گوشه ای رو بگیریم، همه با هم این جامعه رو بلندش بکنیم. به جای اینکه به جون هم بیفتیم و مثل جاهلیت قریش همدیگر رو حذف بکنیم، بیاییم حکمت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رو از ایشون بیادگار بگیریم و هر یکی در میدانی فعالیت بکنیم، به همدیگه کمک کنیم تا این حجر الاسود رو بالا بکشیم و بذاریم در جاش
تا این جامعه رو بسازیم به سوی قانون رضا با هم دیگه.